فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری فرمودن که 5 سال ازدواج کردم، شوهرم اصلا اجازه نمیده که از خونه بیرون برم، حالا من همه جا بدون اجازه اون میرم، آیا گناه میکنم؟ از نظر اصلی یکی از حقوقی که در واقع زن دارد و بر مرد هست که زن این حقوق را باید مراعات بکند، اطاعت از همسر هست. رسول الله صلی الله علیه و در یک حدیث می‌فرمایند که اذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و اطاعت زوجها دخل جنة ربها، یا مثلا قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة الثمانیة شئت. زمانی که یک زنی نمازهای پنجگانه‌اش را ادا بکند و ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد و از همسرش اطاعت و پیروی بکند، الله متعال در روز قیامت به چنین زنی میگوید که وارد بهشت بشو، از هر کدام از درهای بهشت که در واقع میخوای وارد بشوید. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و هم حقوق عباد رو مطرح کرده برای زن و هم حقوق الله را. حقوق الله که هم از روزه هست و نماز فرض هست و حقوق بندگان که در اینجا بالاترین حق بر زن حق شوهر هست. همین هست که در صورتی که دستور شوهر دستوری باشه مطابق شریعت باید از اون اطاعت بکنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر احیانا شوهری به زنش یک دستور خلاف شرع بدهد، قطعا در شریعت اسلامی حرام شده، به هیچ عنوان زن مجاز نیست که به خاطر رضایت شوهرش الله متعال را از خودش ناخشنود بگرداند. از بنابراین این جزء موارد اصلی هستی که از حقوقی هست که باید مراعات بشه و زن باید از شوهر اطاعت بکنه و اساسا باید زن و شوهر در زندگی خودشون در واقع یک نوع تفاهمی رو در موارد امور زندگی مشترکشون داشته باشن و این از حق شوهر هست که زن را بدون دلیل اجازه ندهد که به هر کجا که میخواهد برود، هر کجا که میخواد برود، زیرا که این زن در واقع ناموس این مرد هست. هر گونه بی احترامی، بی حرمتی به این زن و تعرض به این زن در واقع تعرض به ناموس این مرد هست. پس بنابراین حق دارد که بنابر صلاح دید خودش زنش را از مواردی که گمان میکند که و احتمال دارد که یک نوع خدشه‌ای در عرض و آبروش وارد بشود از اون در واقع نهی بکند. اما این نکته رو باید هم در اینجا در نظر داشت که زن مانند یک اسیر نیست و جالب از این لفظ اسیر رو من استفاده کردم، یادم اومد در یک حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که استوصوا بالنساء خیرا فانهن عوان عندکم. به زنان احسان بکنید، نیکی بکنید. من توصیه میکنم که خوش رفتاری بکنید به زنان، زیرا که آنها اسیر دست شما هستند، زندان در کنار شما، یعنی این که بیشتر مدت در اختیار شما هستند. اما از نظر شرعی شوهر حق ندارد که زن را از رفتن پیش خویشاوندانش یعنی پدر و مادرش، خواهر و برادرش منع بکند، در صورتی که در این زمینه هیچ گونه مفسده‌ای نباشه. اگر مفسده‌ای نیست حق دارد زن که این اجازه رو بخواهد و شوهرم نمیتوند از زن در واقع ممانعت بکند. اما در صورتی که یک اشکالی وجود داشته باشد، خوف فتنه‌ای باشد، یک مصلحتی را شوهر در نظر داشته باشد، به صورت مقطعی این حق و اجازه را دارد. و به صورت کلی و اساسی بیرون رفتن زن از خانه بدون اذن و بدون اطلاع شوهر یک کار گناه هست و ناجایز هست. اگر عملیشون یعنی موجه هست، بنابر دلایل موجهی امر کردن، پس بنابراین حتما باید اطاعت بشه. اون گونه که ایشون گفتند که بدون اجازه خارج میشوند، این بدون اجازه رفتن در واقع زمینه را فراهم میکنه برای اختلافات بعدی و این اختلاف رو و ناسازگاری رو عمیق‌تر میکنه و ما توصیه میکنیم که حتما به از شوهرشون اطاعت بکنن.